салом, барнома ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон аз радиои Озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. Имрӯз 17 феврали соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. дар Хатлон ба мардумитарин ҳаҷвнигори тоҷик падруд гуфтанд. Аловуддин Абдуллоевро дар оромгоҳи ноҳияи Кӯшониён ба хок месупоранд. мақомот дар идораи андози вилояти Суғд мегӯянд аз кормандони ноӯҳдабаро халос мешаванд. танбеҳи қатъӣ гирифтанд 302 нафар. дар Тоҷикистон нархи маводи сӯхт арзонтар шуд. қимати ғизо ҳам поён меравад? аз соли гузашта хеле 30-40% нарх арзонтар. рӯзи 17 феврал барои аҳли фарҳанг ва дӯстдорони ҳунарӣ Аловуддин Абдуллоев мотам буд. ҳаҷвнигори маъруф субҳи имрӯз дар хонааш ба эҳтимоли наздикон аз дарди дил даргузашт. ӯ ҳамагӣ 57 сол дошт ва то дирӯз дар мақоми масъули умури фарҳанг дар вилояти Хатлон саргарми ташкили ҷашни Наврӯзи Бохтар буд. Аловуддин Абдуллоевро дар оромгоҳи ҷамоати заргари ноҳияи Кӯшониён ба хок месупоранд, ки макони зисти волидонаш будааст. Аловуддин Абдуллоев аз мардумитарин ҳаҷвнигорони касбии тоҷик буд, ки шӯхиҳои намакинашро тақрибан ҳар як сокини кишвар медонад. Тоҳири Сафар мегӯяд, барои видо бо ҳунарпешаи маҳбуб даҳо ҳаводоронаш рафта буданд. имрӯз танҳо худаш лабханд мезад. бақия ки ҳамеша бо дидани ӯ лабханд мезаданд, имрӯз навҳа мекашиданд. аҷал яке аз маҳбубтарин ҳаҷвнигорон дар байни мардуми Тоҷикистонро дар 57 солагиаш аз онҳо гирифт. واقعا هم یک طور دامد بودیم یک خیلی هنرمند شخصیتی که هم هنرمند بودن هم بیرون از هنرشون هم یک شخصیت خاکساری زمینی بودن. فکر میکنیم که خیلی هنرمند دیگر ما نداریم. در واقع صدها حمدیار و مخلصان علوالدین عبداللهیف برای ویدا با هنرپیشه آمدند که با تئاتر یک هنرمندش یا با صحنه‌های هجوی معروف است که خودش همه نقش‌ها را در آن اجرا می‌کرد. نمیدونم هیچ ندیدم که وای خدای ندیدم نه با فکرم این گپای تو با مرا تعلق دارم. هوا با تو تعلق دارم، با مسافرم سعیدی. مراسم ویدا با هنرپیشه در خانه‌اش در شهر باختر صورت گرفت، شهری که علوالدین عبداللهیف سالها آنجا کار کرده است. سبب مرگش را نگفتند، ولی همکارانش میگویند از فشار بلندی خون رنج میکشید. این لحظه هیچ یک هنرمند آزاد سخن کردن نمیتونه. از اون خاطر که این شخصیت هم هنرمند بود، هم انسانی بلند بود. انسانی بود که سالهای دراز با ما در تئاتر و در ریاست فرهنگ همکاری داشتند. هم سرداری ریاست فرهنگ ولایت هم باشند. اگر با عالی‌ترین هنرمند، با عالی‌ترین کارکنی تکنیکی حتی مؤسسه فرهنگی ولایت همچون برادر، همچون یک همکار، همچون یک شخصیت بسیار با معرفت هم صحبت می‌کردند. شاید از سکته دل باشد از بین ما رفتند و در محل ویدا و در شبکه‌های اجتماعی در گذشت علوالدین عبداللهیف را تلفات عظیم برای فرهنگ و تئاتر تاجیکستان خواندند. گفتند که با رفتن او لحظه‌های شادی و خنده و تبسم مردم کمتر می شود. او که در تئاتر باختر کارگردانی میکرد میگفت خود مردم الهامش میداد. ما در یک شهر بوایه رسیدم که چون که شما گفتید مردمی محل‌های گوناگونی تاجیکستانند، مردمی گوناگون میلتند و با آنها که بوایه رسیدم به واسطه گویش و گپزنی آنها در من بسیار قبول بود. یعنی من الله که آنها رو از کودکی با ثبت کرده گرفته بودم، در یک جای گذاشته بودم، در یک صندوقی گفتی گپای هنری خویش که آنها روزی مبادا من را کشاده استفاده برم. صحنه‌های علوالدین عبداللهیف که در تلویزیون‌های دولتی با نام شوخی‌های علوالدین نمایش داده می‌شد، از سربیننده‌ترین برنامه‌ها بود. در آزمون‌های بین‌المللی هنری در آسیای مرکزی هم داوری کرده است. قبلا با دیدن حجب‌های این هنرپیشه می‌خندیدند و با او آفرین می‌خواندند. از این بعد می‌خندند و روانش شاد خواهند گفت.
مراسم ویدا با علاءالدین عبداللهیف و یادآوری از هنری او بود در گزارش طاهری سفر. یادش بخیر بود. شوخی های علاءالدین را در تمام منطقه های تاجیکستان برابر خوب قبول میکردند و هواداران او در میان نمایندگان همه سن و سال امروز هزل و لطیفه های او را به یاد می آورند. برات یوسفی با هواداران علاءالدین عبداللهیف در کوچه های دوشنبه هم صحبت شد. مردکی شوخ خرسند راستیگه ما احترامش میکردیم. هنرمندی شناخته جمهوری بود. من اظهار تسلیت میکنم و خویش اقرباش. وقتی که رول ضعیف بازی میکند که وقت کسل میشد کامبر بوز خریده میاد خانه‌اش و مادرش میگه زنش میگه مادرم شیر بیرون شولا پولا بعد مادرش میگه که اگه علاج همون گوسفند کش خوره موره همون کتی موره میگه که رولای آخر هم زنگ و سیت رول بازی میکردن هم رول مردک و هم رول زنگ و بسیار رویاش ما پسند می‌آمد. همون شوخی که ما بسیار بعد محقول بود. یا طالبنده پیش خانه‌اش می‌آمد اول 20 میداد و یا 2 روز دیگه آمد یا سمیش میداد و میگه که نوی رادیو اولا میگه برکت بسیار به حوزی خیش رسی مقصد میگه که حوزی ما هم به همین شرایط پاسیم ده ما مقصد بچه‌مون زن دادن میگه که میگه که علاءالدین میگه بچه تا با شرایط من زن دادنی به حسابی من زن دادنی زنگ میگه که یک تشخروزه 19 دیگه رنگ خود جنتلمن. علاءالدین عبداللهیف با هجویه های کوتاه و نشان رسش معروف بود. طور شنیدیم در ژانر تراوستی یعنی اجرای نقش زن موفق بود. در یک وقت نقش چند نفر را میبازید. ایفاده و اقتباس ها از هجویه های او مثل شوخی ها درباره جنتلمن، روسی را از اولش نباشی نمیفهمی یا جوره من هستی یا جوره خرس و دیگرها ویردی زبان مردم هستند. از صبح شبکه‌های اجتماعی موضوع درگذشت هنرپیشه محبوب را با نشر عکس و ویدیوها بررسی میکنند. اگر شما هم بینندگان ارجمند درباره هنرپیشه ممتاز چیزی گفتنی باشد در شرح‌های این برنامه نویسید و یا در وبسایت رادیوی azadi.org. در شمال تاجیکستان مقامات از پاککاری در صف کارمندان انداز گزارش دادند. به قول آنها کارمندانی که از عهده اجرای وظیفه های کسبی نمیبرایند از کار آزاد و قانون شکن ها به جوابگری کشیده می شوند. این گزارش در نزد مطبوعات و ژورنالیستان در حال صدا داد که تنقید از اندازه زیاد و میان شکن در تاجیکستان کم نیست. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد. مقامات ریاست ناظرات انداز در ولایت سوخت سال 2021 شمار زیادی کارمندانش را بنابر آشکار شدن کمبودی‌هایشان آگاهی سخت داده و چندین نفر دیگر را با سبب‌های گوناگون از کار در این نهاد برکنار کردند. ضد چندی از کارمندان این نهاد پرونده‌های جنایی باز شده تحقیق ادامه دارد. در دوره حسابی تنبیه قطعی گرفتن 302 نفر، سرزنش گرفتن 32 نفر، از منصب آزاد کرده شدن 70 نفر، 3 نفرند برای صادر نمودن جنایت گمانبر شدند. با گفته این مقامدار سوخت هر سه زیردستش متخصصان ناظرات انداز بوده در صورت ثابت شدن قلابیشان به مهلت‌های از 2 تا 5 سال زندان محکوم یا با پرداخت جریمه‌های کلان از جوابگری آزاد می‌شوند. در گذشته برخی از صاحبکاران شمال تاجیکستان از عملکرد مسئولان اداره انداز اعتراض کرده بودند. ناراضگی آنها از شکل اندازبندی هم کم نیست. این در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت در برآمدهایشان از کار این نهاد تنقیدهای شدید کردند. گفتند که در ولایت از حساب اجرا نگردیدن نمودهای انداز در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت 101 میلیون سومانی مبلغ‌ها با بودجه تولید نشدند. در مجموع گیریم اگر ما در ولایت یک نمود اندازه تامین نکردیم، این هم اندازه
مشکلی که گفته گذاشتیم انداز از استفاده‌کنندگان راه رفتن بود. با این وجود به گفته مسئولان این نهاد سال گذشته شمار اندازسپارندگان به مناطق زیاد و قرضداران کلان کم شده است، ولی برخی از صاحبکاران نظام فعلی انداز را میان شکن مینامند که به گفته آنها امکان صافدلانه کار کردن را نمیدهد. مقامات برعکس تاجران و مالکان کارخانه ها را به سرپیچی از پرداخت انداز و کم نشان دادن درآمدهایشان متهم میکنند. در تاجیکستان به دلیل بلند بودن سطح انداز، شکایت‌های مقامات از رویپوش کردن انداز زیاد است که در اکثر موارد با همدستی ناظران انداز صورت می‌گیرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان دوام روزهای اخیر پایین روی نرخ گاز مایع یکی از مهمترین نوع‌های سوزشواری مشاهده می شود. اگر هفته پیش یک لیترش 7 سومانی و 40 درم بود، حالا 6 سومانی و 80 درم است و سبب این را در افزایش واردات از قزاقستان می نامند. ولی در چنین شرایط بسیاری ها از جمله وکیل مجلس نمایندگان قربانزاده تعجب کردند که چرا اکنون نرخ خوراکواری پایان نمی رود. عادتا هر مورد افزایش نرخ غذا را در تاجیکستان با بالاروی قیمت مواد سوخت ربط می دهند. شهلا عبدالله موضوع را ادامه می دهد. بالاروی بی‌سابقه نرخ سوزشواری باعث افزایش ارزش محصولات در بازارها و خدمت‌رسانی‌ها شده است. این بالاروی دست ساکنان را برای خریداری مواد نیازی اولیه کوتاه کرده است. خیلی روغن اینو من اینجا با یار مککدگی سبکتر اینو ارزانتر دسترس میکنیم. من می گوشت ما با دشواری خودم با وای نمیکنیم. خریداری کردن با اویلا با دسترس نیست. در نشست خبری اگنتی امور مسئولان بالاروی نرخ محصولات را به شرایط پاندمی و افزایش نرخ جهانی سوزشواری مربوط دانستند. در دوم январ دکابر سال 2021 از مال‌های عضوقواری نرخ سبزیجات 23.8% زیاد شده است، محصولات گوشتی 15.1%، روغن 20.8%، از اون جمله روغن افتوپرست 24%، اردیناوی یکم 8%، شکر 4.4%، شیر 4.3%. ضمناً نرخ میوه‌جات ارزان‌تر شده است. میوه‌جات مخصوصاً 6.7%، نرخ انگور 38.1%، سیب 21.5%، تخم 14.4% ارزان‌تر شده است، برنج 7.5%. مسئولین میگویند حساب نرخ نقلیات و راهگیران نیز عامل شده است که ایندکس نرخ‌های استعمالی یا سطح تورم از حساب خدمت‌رسانی پولکی بالا رود. نرخ بنزین در سال 2021 این 11 سومون و 10 درم را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته در سال 2020 این نرخ 6 سومون و 38 درم را تشکیل نموده بود. کارشناسان میگویند در تاجیکستان تا حال شیوه واکنش فوری به بالاروی نرخ محصولات وجود ندارد. تصادفی نیست. مکانیزم مبارزه با مقابل انفلاسیون نیست. اگر باید اون که مکانیزم باشد باید نباید داشته باشیم که تشریحی بگیریم. مثلا ذخیره دولتی باید داشته باشیم، ذخیره خیلی کلان بزرگ پخته، مثلا ذخیره کلان آرد و گندم، ذخیره روغن و ذخیره قند و دیگر چیزا. اما مسئولین بازار میگویند برای کاهش بالاروی نرخ‌ها آنها فروش محصولات ذخیره‌های دولتی را راه‌اندازی می‌کنند. این ярмарка دوام کننده برای نیاز مردم مقصد ارزان کردن گوشت. مقصد 55 تا فروخت منه. گیره تا 55. با سال گذشته فرقیت این سال خیلی فرق می‌کند. این سال از سال گذشته خیلی 30-40% نرخ ارزان‌تر است. برخی از اقتصادشناسان میگویند با وجود بالاروی نرخ سوزشواری در نیم سال اخیر مقامات کشور موفق شده است که نرخ‌ها را در تاجیکستان تا اندازه به اعتدال درآورد. از جمله در یک ماه اخیر پایین‌روی نرخ سوزشواری و برخی از انواع محصولات غذایی در بازارها مشاهده می شود. و برای خبرهای بیشتر سری بزنید به سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر.